اخراج اجباری فرزانه ناز از دبی به خاطر دزدی میلیونیش. فرزانه ناز در دبی مصروف چیکار باری بود و چرا فرزانه ناز از دبی اخراج شده است؟ اکنون فرزانه ناز در کدام کشور زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز هنرمند با استعداد، جوان و موفق کشور بود که توانسته بود در مدت بسیار کوتاهی به اوج شهرت آوازخوانی برسد. هرچند فرزانه ناز در ابتدا میخواست دختر سینما شود، اما وی نتوانست در سینمای افغانستان خوب بدرخشد. فرزانه ناز تاکنون آهنگ‌های بیشماری به زبان پشتو و گاهی به زبان دری سروده است. فرزانه ناز را میتوان اولین هنرمند جوان کشور داشت که کنسرتش با حضور 12,000 افغان در ولایت زیبای هلمند برگزار شد. اما فکر میکردن گویا روز فرزانه ناز نغمه افغانستان شود، اما دیر نگذشت فرزانه ناز از کارهای هنری خود دوری گزید و مصروف صفحات مجازی از جمله تیک تاک شد و با پسران هندی در رابطه عاشقانه قرار گرفت و میخواست در سینمای هندوستان نقش بازی کند، اما در آنجا هم موفق نشد. فرزانه ناز در کشور دبی زندگی میکرد و در آنجا برای برندهای مختلف لباس مدلینگ میکرد، اما این روزها تصاویر وی در صفحات مجازی درز کرده است که به اخراج اجباری از دبی مجبور شده است و دلیل اخراج وی دزدی میلیونی یک انگشتر الماس بوده است. فرزانه ناز اکنون در کشور ایران زندگی می کند و در کشور ایران به طور کامل از صفحات مجازی خود دوری گزیده است، ولی هر کس خودش میداند و تصمیمات زندگیش. من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درود دیگر، بدرود.